خوب میکنه که کارش هم میکنه باب میکنه برای قد سگ نپرده که با قرآن خدا گرفته برای ده خانه میکشم برای مرا خطیله نکن برو گوتکتار وارستی شما قوم قلیگه کاشم الله قربان قذب لند تو قوم قرتکی الله قوم جرتکی شماستین خاک دست سرت بلا خدا زدی جان جتسی وی خوب شد که همی نفسم سخت مادم از عبتان میفهمم ما خوار مرا با خوشی گرفتین حالا دلت از که سرازی ظلم کنی اگه ما ماندم تو گوته که تو را خواهی تو صبر وی خوب شد که بابایم نبود اگه بابایم می بود مرا نایمان که قدر جمع کنم دلکم یخ کد بصیره خدا زبان نداره ما حالا دق کلت میرسم تو صبر صبر آمدم کی است؟ سلام خوش آمدید خوب هستی؟ خوب هستی؟ خوش آمدید خوب هستی؟ چقدر قدرم کسی نبود که واقع نه؟ نیم او طرف اولی بودیم به او خاطر باش که دروازه هیچ بستن روز که میایم در اولی آدم های نو میبینم خوب است که نو میبینیم نیت با زیادتر اشخاص آشنا میشین بسیار زیاد خوب است من خطر نشناختم کی هستی؟ ما دختر یوارش میشم از نفیسه جان خوب بسیار خوب خانه هستن مادر خورشید جان آقا در خانه هستن چطور نیست کلا ایشان در خانه است بخاطر که قطع قرضم هیچ کس نکرد کلا ما دو طرف اولی بودیم نشنیدیم گوشتانم گرنگ شده خب نه دور که باشی بیاز نمیشنوی خوش باشی سلام خاله جان علیکم سلام خوب هستی صحتمند جانک تشکر خوب هستی چی حال داری تشکر خود چطور هستی خوب هستی خاله جان تشکر خوب هستم ولی دیگه خیر خوب نیستم خود موقت پایم درد میکنه چند روز است میبخشی دیگه اگر قسم میشینم دگور تاله پیرام میناله و جوانم میناله به خدا که من پای درد هستم چه بلا با هوا شده هیچ کس نبینی که جانش جور باشه دیگه خاله جان خال پای دردی یک رواج ده بکلگی از دست چبلی بلند پوشیدیم بته شده بچیم نپوش جان خالی خود چبلی بلند نپوشه ما هم در جوانی از که چبلی 6 منزله را می پوشیدم حالا اینا دکس کمر دکس گردن آینکای جانو ساییده اینا روز به روز دیگه راست میگی خاله جان رو به پایانی از ما رو به بالایی نیست دیگه بر دختر گل من که کازانم رزگار اینا مریض است نه روز مریض است گردن تنه حال خوب نشده بچه ما خوشویم راستی چطور شده باز پیسرک دادم همشه خوردین نخوردین چی کردین خوب است بیچاره خوب است دیگه هم منگه سک شکو خوب است قنبخت منگز زده هرچی که میگویمش برو غسل کن سرکله تا بشوی پاک نگاه کن خدا ای دقیقه گپم نیست ای خدایا شکر که چرا تداویش نکردین مگه من پیسه خدا دادم برتون یک دو دفعه بردمش پیش دکتر بردمش خود دکتر گفت که تداوی دوامدار کار داره سلام مادر جان خوب هستی؟ نجنین خوب هستی مادر جان چطور هستی؟ اینه کم جور شد من نظر نه مادر جان خدا نکنه دست من باش نکو بیا مادر جان تو بالا بشین اینجا رک بشین بیا بالا بشین خوب هستی؟ نجنین چطور هستی خوب هستی مادر جان؟ نجنین ای خدایا شکر که در بغل گرفتمت خدایا شکر خوب هستی مادر جان خوب شدی؟ نجنین نگو به خدا که مرا میترسانی قلب زن کاکای هم تستاد میکنی یک روز وای هیچ خوب نشده الو الو قرار بشی خوار جان قرار بشی صدقی خوار خود شو ما به این خاطر خونه آمدیم مادر جان که تو بذاری گفتم باش پرسان تکنم خب خاله جان باز دکتر چی گفت مرضش چی بود تداوی شکایتی نکردی چیم گفت که تداوی دوامدار کار داره بیا پناه به خدا دیگه توکل خود به الله کردیم دیگه چیزی که رضای پروردگار باشه حالا خب مریضیش باید معلوم شه وقتی که پیسه آدم میتگه شوک دیده فشار عصبیش درجه بالا رفته حالا خاله جان فشار عصبی رو به تو کارا چی بیخی فکر میکنی روانیست یا دیوانه خفه نشی
نه خود دکترم گفت پیروانی است تداوی دوامدار کرده بسترش میکرد نکرد بستر خودم بستر نکرد گفت نه من از تو دل نمیگیرم باز پس گرفتم آوردم شخانه بیاد که مرقه دوست داری ما هم تو را دوست دارم اولاد پدرم هستی بیا خوار جان که ببرم از مادر اگر جداستیم از پدر خیاطی هستی خب حالا گفتن یعنی باید این دیگه هم تداوی شود آه خب حالا دواییش کجاست که خیلی دوای چیزا پولوش نمیبینم که بخوره دوایش خلاص شده اخه زود آه دوایش حالا من خلاص قرار دیر نمیشیم چند روز پیش اومدم خاله جان خب بچه پیسی حال نمیگی کروز کاوردی دیگه خب چی میگم بی جان مادر رودگه کایم چکی چرا خدا نکنه امینه خانه کل جای جغل کردم پیسه که بردم دقیقی ماندم که باش که ایره ببرم پیش دکتر همین زمین چاق شده تا بینش دارم الو چه قصه بچه ما پیدا نشد نه الهی گرفتگرش من میگم دست پنجهش خشک شود الهی آمین دانه سرطان بکشد حالا دخانتان دوزه است کی است دیوالایتان دوزه است درختایتان یا همسایتان سه کو چهار گرد همسایه دارین دیوالایتان پخش است دیوالای ما پخش است بچه دیوالای ما پخش است نمیفهمم کی رد ما را پیدا کرد بگوی که یک کراست اونمونجا سایلم داشت که من پیسه را همونجا ماندم از همونجا کشیدم تو نگو من میترسم اینجا کدام چیز دیگر نداشته باشه پیسه را نبرده باشه الو چطور کنم من میترسم یک ذره میفهمم ترسندوک هستم نه حالا روز روشن است بچه هر گپ که شاو میشه پیسه را شاو برده یا روز برده چه خدا یقمال اونم روز که تو پیسه را داری دیگر رنگ پیسه را ندیدم نه خود نازنین 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 چی کرد نازنین پیسه را حساب کرد نازنین می نازنین پرسارش کردم پیسه البته خواهد دیدم قوضش کردم خود جان پیسه را تو ندیدی ندیدی کی گرفته کی برده تو خدای میده خانه خواستی اونم نازنین میگه و بس خلاص این مت میکنه که نازنین البته نازنین آمده از گور پیسه را برده میگمش حالا از گور آمد برد چه شده شه یعنی البته خواهد دیده کنم چیز بیچاره خو میفهمین کس که تکلیف روانی داشته باشه بازم دیگه نمیفهمه اما شما فکرتون نمیرسین اون پیسه را کی برد زمین چاک شد از خانهتان کسی گرفت از دیوال آمد از ورسی از کجا میگم دیوالتون پخش است البته از موجه پیسه را ماندی کدام کس از پشت دیوال دیده گرفت به خدا یقمالم بچه نمیفهمم میگم که همین زمین چاک شد پیسه دمی بینش در آمد به خدایی چه قسم گپم بخیت نفهمیدم پیسه چرا گم شد وقت در قوطی بانی قوطی چه کندش کدام حیوان خوردش یک وقت بچه یک چیزی را که در یک جای میماندم از همون جایش به جای نمیشد حالا چرا به جای میشد؟ حالا دست در خانه پیدا شده رد من پیدا کردم در نیمه کشکم است که نیمه هر چیز که هر جای ماندم از پشتکم میزنن کی از ای تا تخم مرغم خودسی میکنن میگه دوز هستی دوز هست؟ من دوز نیستم حالا آمدی دوزی کرده همی مادر جان میگه همی دوزی کرده این دوز گیر کرد البته خودت گرفتی دخترک نامش چی است؟ دخترکی بس مرسل جان ما هیچ از پیسه دوزی خبر ندارم امروز چشمات یک رقم معلوم میشه که دمی تو دوزی کردی به نظر نه خوار جان بچیم دختر گلم میگه کچ بشی راز بگو دیگه ایتا دستی حساب ده خانه یکی خواهر نپرتو یا خانه نه انداختم مادر جان میگه اونو گرفته حالا او ده که ده خود است دیوانی خود نمیال سگ سرگپای زن باکایم خنده کردم میره که چیزی را میفهمی سگ جان دیگم خنده مادر جان چرا سرخوشی میده قسم کارا نکن مرسل جان نازنین است نازنین نیست نازنین در گوره خود درش باشه صحیح یک ذره بگو حالا در گورم باشه دیگه دختر است اولادش است مرسل جان نه چرا مادر جان که اوکس میکنی اینه برما بگو که با مشیر که خوردی رحمت امی دل است امی گرده است که اینه طاقت کرده اینه بچه چی کنم چاره ندارم خنده میکنه زن کوکو جان گپای خوشش میاد گپاش خوشش نمیاد خواراستن یکی دیگر هم بشناسن دیگه نازنین میگه نازنین سیلی زدی خدا فکر کن چی وقت سیلی زدش مادر جان چی وقت سیلی زدش
گریان میکنه. نکن مادر جان، گریان نکن. خب خدا حق از جزای کل کار خیر کس میبینه. نکن گریان. روز که دخترش موده اینی حال روزش. خاله جان دل کافر که کافر باشه میسوزه عالی زار گریان میکنه. دردشم تشخیص نشد، میگه بردمش روانیش خیلی. چطور نازنین یادش مونده؟ اونم یک نازنین میگم دیگه هیچ چیز نمیگم. نه میخوره یا نمیخوره؟ خوب است که تشتیا نداره. بچه خانه غریبی دال پیاز. سلام، خوب هستی؟ خوب هستی؟ بخیر. تشکر. تو خوب هستی؟ بسیره جان؟ شکر سلامت باشی. چی گپاست؟ تشکر. خودت خوب هستی؟ تشکر. خوش باشی. چرا خاله؟ بسیره جان عالی. چرا تو کارام میکنه خوشویی؟ میگه تکلیف پیدا کنه بیچاره دیگه. خبر دارم باز مخ پیسه دادم راستی امیر بردن تداوی شکست کرد یا رکد می بردمش. نکن صدقه دیگه گم شده. حال چرا گفتم از خانه‌تان کسی گرفت؟ از پشت اورسی آمد، از پشت دیوال کی آمد؟ کی برد؟ میگه زمین چاک شد. جن پیدا شده. جن نگو حالا من میترسم. نگو خاله جان. پیسه را بانم غیب غرف است. پیسه را بانم غیب غرف است. دز کدام تایتان جن نداشته باشین خودتان؟ به خدای اقمال بچه غیب غرف شد. بله. خب بسیره جان خودت چطور هستی؟ شکر سلامت باشی. خودت چی حاله؟ شکر خوب هستم. من تو پایم هم درد گرفته. خب بخیر موتو یک دفعه بریم اون طرفا کم بگردم. بریم. بیشه بچه که بر چای بیارن. نان تیاره چای. باز میایم پس خیر است. من یک دفعه اون طرفا بگردم. شخیای پایم برم. میگه نرو. نرم مادر جان. تو میری کتا؟ نمیری؟ خیر ما پس بشید میایم یک دقیقه شخیای پایم برا خو؟ ما بمیم یک دقیقه ماندگی پایم هم برایه. بیا بخواب. بریم. به خدا این شلند کویام از گپ شد. تو گپای نجدار میزنه. پالودار که ایران بانی. حالا جفت قنقرتک کت از این قدوگک شده. باش که زیر کاسه من کدام نیم کاسه ای است. مرام نشناختن هنوز. برام گپایشون گوش بگیرم یا چی فساد دارن چی پلان دارن. حتما کدام فساد دارن. به قرآن خدا آلی سنور نبافه. من چطور کنم؟ سنور اگه ببافه به قرآن بیاز خود کتیمه نترست. فقط سگ پشک. یعنی من در این پشک ور بغ میزنه. هر که تا که گپ از دانم بره پشک ور دمیریم بغ میزنه. دیگه چی حال داری بهار جان؟ شکر خوب هستم. خودت چطور هستی؟ سلامت باشی. بد نیستم میگذره. خب دختر دیگه چطور میشه؟ دختر ایوار خوشیم است. خب چطور همچری خوشی تا یک رقم مردشان فساتیگک مالا میشه. آنها خودت فهمیدی دیگه. چهرهشان خپک است. بگوی که کدام فساتی خیلی هست. خودت میفهمی دیگه. خودت فهمیدی سرشان. حالا قصه خوشیم چطور شده؟ میگه پیسه گم شده. والا نمیفهم بهار جان. امروز آمد گفت که پیسه گم شده. من واقعا نمیفهم مسئله چی است دیگه. فقط اونم تو گفته که حالا پیسه رو کی گرفته کجا شده رو نمیفهم. حالا چرا در خانه شما پیسه باشه گم شده و میگه در پیپ ماندم. حالا پیپ کی میگیره دیگه؟ تو گپای میزنن. خود دیگه در خدا معلوم است. من نمیفهم واقعا. من طرف چهرهشان که سعی کردم یک رقمه که در نظرم دیگه قسم خوردن. باز خودتم دکتر هستی. حالا کاش خودت مورد تداوی میکردی خوشوی من. خودت تمام مسائل میفهمی دیگه. باز کی سر موقع حساب میکنن که اعتماد دارن. وی آروسشان آب آتش هستن. نمیکنن. خودت دیدی دیگه که چه قسم است. نیاز نیست من بیشتر از او چیزی بگویم. خودت هوشیار هستی میفهمی تمام مسائل. آروس هر چی کنه بازم آروس. از آدم راضی نمی باشن. من اگه برم تداویشون کنم اگه خوب شه خوب، اگه نشه باز هزار یک رقم گپ دیگر رو جور میکنن پشت سر. من خودم میتونم برم ببرم شفاخانه، اما من رفتن نمیتونم شفاخانه که بوی میده دل بد میشم، فشار پایین دارم، من گنگس میشم، نمیتونم اون شفاخانه ببرم. گفته با مو تداوی شه جور شه ما بیایم ببرم. من کتازو داد حساب دارم، من گپ میزنم کتازو.
خب کاش تو پیسر دست خوشیم نمیدادی، کاش من خودت چرا؟ میبردی تداوی میکردی. خب گفتم مشکل من نمیتونم دلبت میشم شفاخانه بوی میته تا چقدر حقوق کده برم اونجا یک تا مریضم نیست 40 تا مریض ما در پولی خوشیم. خب مشکلات خود داره دیگه، هر چیزی مشکلات خود داره. بعد میایم مثلا شفاخانه رو خوشم نمیاد، بعد میایم یک کرکم میایجا که میایم خوفه شفاخانه بوی دوا. خب یا خیر باشه. مام جگرم بسیار زیاد به خاله صابره خون میشه، میفهمی؟ کوشش میکنم برش کمک خدا برسانم تا جایی که توان دارم. بیچاره تناسرت است اینجا، هیچ کس نداره. دخترشان فوت شد که نازنین ما یک صمیمیت داشتم قبل از اینکه فوت کنه، خدا بیامرزش. دیگه خاله صابری مام جگرم بسیار برش خون میشه، دل مام برش میسوزه، جگر مام برش میسوزه. مام ماروس هستم، هر چقدر بگفته یگان تا بد باشی باز ماروس هستی یا روز به در دادم میخره. خب که هر چی من فکر میکنم مربوط خودشون میشم و من واقعا دوستش داشتم دارم مالم. خب میخوایم کمی جور شد تداوی شکنم ما ببرمش دیگه. این من یال ببرم یه روز من زده برم چی کنم که تازی باز. خب مشکلات هست، یک ذره نگاه کردن از خاله صابره در این وضعیت مشکل است. اون خود تام دیدی هر دقیقه یک اکشن نو میره، آدم میترسانه بخی. آلی بازی خوشید یک رقم چیرش قار نشی فساتیار بود در چیره میتنشیش چرا قسمت نه قار نمیشم. خب خودت توشیار هستی دیگه، اون مسائل میفهمی، نیاز نیست کلمه از او تعریف بد کنم. خوشوی مست دیگه چی بگویم ما؟ نمیتونم مام که خوشو تا خوشو ساروش تا آروس هست. ما کمی یک نگاه دیدمش در چهره ما یک قمک آمد باز تو خاروش هستی تو بیخی مشناسیش میفهمی که چه قسم است. خود دیگه هوشیار هستی خودت میفهمی. خب گور گردنش پیسر کی گرفت چی کرد در خانه تان دوز است. من خبر میداشتم که در خانه تان دوز است، هیچم پیسر به آن نمیدادم، راستن به خودت میدادم میگفتم من میخوشی مش افخانه ببر که تداوی شوه. خبر نداشتم که من دیگه روز میایم چند روز بعد میمیرم پیسر گم است. باش خیر باشه من ببینم که چی میشه. خب بهار جان قندق پیسر به ما میدادی یک گپ دیگه میخیست، یک جنجال دیگه. چرا گپ بخیزه؟ چرا جنجال بخیزه دیگه؟ تو حتما ما را بد گفتی پیش از او که پیسر به ما نداده. خب در خانه است، هزار یک رقم گپ است، خودت میفهمی هوشیار است. خود دیگه آدم گفتم بازم ما گپ سر از مومت هر چه قاروس خوبی کنه آروس راضی نمیشن از آدم. خب خیر باشه، شاید که پیدا شود، خدا مهربان است. ممکن است کدام جای افتاده باشه، یادش رفته باشه. من صبحم برش گفتم شاید یادت رفته باشه. خدا مهربان است، دیدیم که پیدا شد. حالا بهار جان قند ما برم کم ظرفا رو بشم. از تو یک چیز میخوام متوجه خوشیم زیاد باشی. حتما باشه. قبل از اینکه خودتان بیایی ما متوجه زیاد بودم، بعد از این متوجه میبود. خب بس جان خودتون متوجه خوشیم زیاد باش دیگه. ما برم دیگه شاید خودتون کار داشته باشی. جان ما میرم هم ظرفا رو بشیم، تو برو اینجا بشی پس میام. نه تشکر زنده باشی. ما میرم دیگه بخیر تا که خوشیم بیا یک چند دفعه دیگه بیام. میرم بشی نان خورده برو بخیر دیگه دفعه زنده باشی. حالا میرم دیگه. نه حالا بشی خیر نرو جایی بش نان خورده خوب باز خودتم کار داری خیر است من خیر من کارم زود خلاص میکنم پس میایم. یک ظرف خوش شدم که دیدم تو باز بخیر من میایم دیگه. من خوش شدم میمون دیاله خیر است باز میایم بخیر. خب خیر بیا حتما بیا. این بهار بیچاره رسه که چقدر ساده است. فکر کرده که خیلی نفیسه میره تداوی خوشیش میکنه، خبر نداره که تو یک منافق است که تا دلت باشه. پیسه رو هم گرفته خودش به خود او کرده، نه قال میگه که ما او را گم کرد. همون که انگشتر را گرفته او کرد، پیسه رو هم خودش گرفته. آدم از کجا بفهم، از کجا بشناسه آدم را. بیچاره خیلی فکر میکنه که چقدر خوب زن است، در زبان از او بازی خورده، در گپای چربش بازی خورده، خبر نداره که مادر شیطان است. شیطان درس داده. مادر جانی باغ هم کارم است، در کلینیک کار میکنیم. گفتم باشه یک دفعه بیارم ببینی باغشانه. باغ دارن هر چیز از دیگه وقت بهترین جای است. باغشان خوب سرسبز است. خوب شفتالوی خوبش دارن. اینه درختایشان میبینی نال میوه برات بکنم. خوبش دارن. اینه خوارم هم اینجا ظرف میشویه. سلام سلام مانده نباشی. خوب هستی؟ ساعتت خوب بخیر؟
سلام ماندن باشید. خوب هستیم جان جان. خوش آمدین. زنده باشید. شما چطور خوب هستین؟ شکر فضل خدا باشه مادرم آوردم. خوب کردی خوش آمدین. دیتون آواز بود دسته چیز نبیاید دوست چیز نبیاید. نه یکی هست کار نداره باز میمان چیزا را کار نداره. خانه بیسای بار دروازه تان باز بود من گفتم خوبه که سگ و گرگ چیز نداشته باشه. نه سلام علیکم. سلام خاله جان. خوب هستین؟ خوش آمدین. برو جان. خوب هستین صحتمند. جانک جوش شدن. میرابانی. برین اینجا بشین. جان. علیکم دختر گلم خوب هستین؟ صحتمند. خیر است بیاین اینجا بشینید. خوب هستین خاله جان. سلام برسه خاله جان. اونجا بشین. تشکر. خراب باش. خوش آمدین خور جان خوش آمدین خوب هستین صحتمند. مادر جان همکارم از روز آمده بود دیدیش دیگه مادرش هست مادر خدا خوب بسیار خوب بسیار خوب. تشکر زنده باشی. بسیار تشکر. آمدیم دروازه باغتان باز بوده که بیرون اجازه داخل شدیم دیگه ببخشید. خواهش کردین میکنم خوش خواهش آمدین. میکنم خانه خودتان است باغ از خودتان است. این مال دنیایی است خدا آخرت ما شما را خوب کنم. زنده باشین خاله جان. تعریف باغتان به مادر جانم کردم. مادر جانم خیلی مت طبیعت هوا باغ زمینداری را خیلی خوش داره. ما خو نه باغ داریم متاسفانه نه تو جای زمین که بشینی طبیعت هوای تازه احساس کنی. باز مادر جان گفتم خیلی ببریم یک دفعه پیش بصیره جان خودتانم ببینیم یک دفعه پیش بصیره جانم بیاییم. راستی هم که آمدیم دروازه باز بود دیگه بدون اجازه داخل شدیم بخشش باشه. خوب کردین خانکم خوش آمدین خاله جانی اینام خاله خوشویم است اینام خوشویم می باشه.